اگه کسی همه کتاب‌های جرم شناسی و حقوق رو مطالعه کنه، آیا میتونه یه قتل بی‌نقص رو طراحی کنه به طوری که هیچ وقت گیر نیفته؟ بریان کوبرگر بعد از گرفتن مدرک روانشناسیش کارشناسی ارشدش رو در رشته حقوق کیفری گرفت و بعد هم دانشجوی دکترای جرم شناسی شد. در کنارش کمک استاد هم بود و به دانشجویان مقطع کارشناسی تدریس میکرد. او یک خانواده کاملا معمولی داشت. پدر او فنی و مسئول تعمیرات بود، مادرش توی کار آموزش بود، 2 تا خواهر بزرگتر از خودش داشت که هر دو تحصیل کرده بودند. در هیچ ماجرای عجیبی در پیشینه خانواده‌اش دیده نشده. فقط در دوران نوجوانی توی مقطع خیلی کوتاهی به هروئین اعتیاد پیدا کرد که خیلی سریع ترک کرد و ادامه تحصیل داد. برایان در مقطع کارشناسی ارشد یک پروژه دانشگاهی انجام داد. او پرسشنامه‌ای رو طرح کرد و در سایت ردیت که مخصوص زندانی‌های سابق دار هست منتشر کرد و اول خودش رو معرفی کرد. گفتش که من یک محقق دانشگاهی هستم و این سوالات رو لطفاً جواب بدید. سوالاتی که توی این پرسشنامه بود این بود که چرا این هدف رو انتخاب کردید؟ لحظه ارتکاب جرم چه فکری یا احساسی داشتید؟ چگونه صحنه جرم را ترک کردید؟ او صدها اطلاعات در مورد کنترل استرس مجرمان جمع‌آوری کرده بود، اما زمان ارتکاب قتل ها نتونست استرس خودش رو کنترل بکنه و غلاف چاقوش رو جا گذاشته بود. اما حالا میرسیم به عجیب ترین بخش ماجرا، جایی که وقتی دانشجوی دکترای جرم شناسی توی یه موقعیت واقعی قرار میگیره، همه آموخته‌هاش رو فراموش میکنه و بزرگترین سوتی ممکن رو میده. طبق اسناد رسمی دادگاه و فیلم مستند دیتلاین، اتفاقات اون شب اینطوری رقم میخوره. این خونه دانشجویی 3 طبقه 6 نفر زندگی میکردن. طبقه بالا مدیسون کیلی و طبقه دوم زانا و دوستش زندگی میکردن که در اون شب زانا و پارتنرش با هم بودن و طبقه پایین هم دخترای دیگه. حوالی ساعت 4 صبح دکتر برایان از درش کشوی طبقه دوم وارد ساختمان میشه و طبق اسناد منتشر شده هدف این قتل کیلی بوده. دکتر برایان وارد طبقه سوم میشه و مستقیما وارد اتاق کیلی میشه و میبینه که کیلی تنها توی اون اتاق نیست و دوستش هم کنارش خوابیده و مجبور میشه که هر دو رو به قتل برسونه با چاقوی نظامی. ظاهرا زانا و دوست پسرش خواب نبودن و تازه سفارش غذا رو تحویل گرفته بودن و وقتی که به طبقه بالا میرن با قاتل روبرو میشن. قاتل که دومین اتفاق غیرمنتظره براش رخ داده بود تا طبقه پایین اونا رو دنبال میکنه و اونا رو به قتل میرسونه. توی طبقه اول این خونه دختری بود که توی شبکه‌های اجتماعی مشغول بود و میگفت که من صدای ناله شنیدم، صدای مرد شنیدم، صدای گریه شنیدم. این دختر میگه من 3 بار در اتاق باز کردم، بیرون رو تماشا کردم و دوباره اول چیزی ندیدم. من بار سوم که در اتاق باز کردم یه مرد قد بلند رو دیدم که صورتش مشخص نبوده و ماسک زده بود و تنها چیزی که من دیدم این بوده که ابروهای پرپشت داشته. اون دختر دید که برایان از در کشوی طبقه دوم خارج شد. برایان به دلیل اتفاقات غیرمنتظره غلاف چاقو رو تو صحنه جرم جا گذاشت. برایان 1 ماه بعد از ارتکاب قتل‌ها به منزل پدرش در پنسیلوانیا رفت. تمام این مدت FBI اونو زیر نظر داشت. FBI یه چیز خیلی جالبی مشاهده کرد. اون مشاهده کرد که شبا ساعت 3 و 4 برایان با پوشیدن دستکش جراحی آشغال‌هاشو در حالی که توی کیسه زیپدار ریخته میبره، آشغالاشو میریزه توی سطل آشغال همسایه. چون برایان به عنوان یک محقق جرم شناس میدونست که FBI میتونه از طریق زباله‌ها DNA رو به دست بیاره. FBI سراغ آشغالای در خونه برایان رفت. چون به دست آوردن DNA خانواده‌اش هم ظاهراً کافی بود. آشغال در خونه برایان با آزمایشگاه فرستاده شد و نتیجه علمی که اومد اینه که DNA که از آشغال‌ها پیدا شده با احتمال 99% پدر همون قاتلیه که DNAش روی غلاف چاقو بوده. دومین مدرک داده‌های دکل‌های مخابراتی بود که نشون میدادن در زمان قتل برایان از شبکه خارج بوده و موقعیت مکانیش رو پنهان کرده. یعنی بین ساعت 2:47 تا 4:48 گوشی برایان یا خاموش بوده یا در حالت پرواز بوده. داده‌های دکل‌های مخابراتی نشون میدادن که در ماه‌های اخیر برایان 12 بار در اطراف خونه قربانی‌ها بود. و مهمترین مدرک، برایان در زمان ارتکاب جرم‌ها دچار استرس شد و غلاف چاقوش رو جا گذاشت. اما حکمی که گرفت چی بود؟ او با دادستان به توافق رسید در ازای کنار گذاشته شدن حکم اعدام به 4 فقره قتل و 1 فقره ورود غیرقانونی به منزل اعتراف بکنه. در نهایت حکم دادگاه 4 حبس ابد متوالی و 10 سال زندان برای ورود غیرقانونی صادر شد. وقتی قاضی به او فرصت داد که صحبت کند و انگیزه قتل‌هاش رو به دنیا توضیح بده،
او گفت با احترام از توضیح دادن امتناع میکنم. اما قاضی اجازه نداد این نمایش قدرت ادامه پیدا کند. او خطاب به برایان گفت هیچ دلیل منطقی برای این صد از شرارت وجود ندارد. حالا وقتشه شهرت 15 دقیقه‌ای این فرد رو تمام کنیم. حالا چرا قاضی از این اصطلاح شهرت 15 دقیقه‌ای استفاده کرد؟ اصطلاح شهرت 15 دقیقه‌ای یک اصطلاح در روانشناسی اجتماعی که میگه در عصر رسانه هر فردی فرصت این رو پیدا میکنه که به طور ناگهانی با یک اتفاق خوب یا بد به مدت 15 دقیقه مشهور بشه. اما قاضی با گفتن این جمله میخواست به برایان بفهمونه که تو یک افسانه نیستی که در تاریخ ماندگار بشی. تو یک قاتل حقیری که به لطف رسانه ها مدت کوتاهی اسم و عکس پخش شد. این زمان کوتاه به پایان رسیده و تو از فردا یک زندانی بی‌نام و نشان و فراموش شده هستی.